مرد قاتلی رو نزد کوروش آوردن. پسران مقتول خواستار مجازات مرد قاتل بودند. مرد از کوروش بزرگ 3 روز مهلت خواست تا برای برادرش کار مهمی رو انجام بده. کوروش به مرد گفت چه کسی ضمانت تو رو میکنه؟ مرد رو به جمعیت کرد و گفت این فرمانده. نام فرمانده آراد بود. شاه گفت تو ضمانت این مرد رو میکنی؟ آراد گفت بله سرورم. شاه گفت اگه این مرد بره و برنگرده تو رو جای اون مجازات خواهیم کرد. آراد گفت ضمانتشو میکنم. مرد رفت و 3 روز مهلت تموم شد. تمام مردم شهر برای آراد نگران بودن تا حکم بر اون اجرا نشه. اندکی قبل از غروب قاتل برگشت و در حالی که خیلی خسته بود خودش رو در دستان جلاد قرار داد. کوروش بزرگ به قاتل گفت چرا برگشتی؟ تو میتونستی بری و دیگه برنگردی. قاتل گفت ترسیدم که بگم وفای به عهد از میان مردم ایران رفته. کوروش بزرگ رو به آراد کرد و گفت تو برای چی ضمانتش رو کردی؟ آراد گفت ترسیدم بگم نیکی و مهرورزی از میان مردم ایران رفته. پسران مقتول متأثر شدن و گفتن ما از خون این مرد گذشتیم. چرا که میترسیم بگن بخشش و گذشت از میان رفته. اینا رو براتون گفتم چون میترسیدم گذشته ایران بزرگ از یادتون رفته باشه.